حاصل دانش ما از کتاب الفبا. از حرف ا تا ی را می آموزیم از او ما. انگور میوه شیرین، طعمش قند از سال برین. الفبا هم ب دارد، بزغاله ب دارد. نام گل و گربه را با گ می نویسیم ما. مخور میوه غوره که سال می شوی جوره. در دیگ پلو می پزد، روی علو می پزد. انات نامی یک حیوان، موی مهین دارد آن. یاقوت سنگ قیمت است، هر قیمت با حکمت است. ژاله آفتی کیشت است، برای حاصل زیشت است. زرافه گردن دراز، گردنش بر تنش ساز. امروز عید نوروز است، نوروز دل افروز است. ای آید دانید همه، در آخر کلمه زیر صده جای کردیم، به مهمان ها چای کردیم. آوردیم از کوهستان کپک زیبای خوشخوان. می پرد قودای ما بالای کول و دریا. لاله اولی بهار روید به دشت و کوهسار. می خورد مرغ مرجان بیش از 10 مرغ آبودان. نی آوازی خوش دارد، دل را به خروش آرد. آهو اصلا مثل بوز نمی شود دستآموز. من ما به چشم پلنگ، می آید خشم پلنگ. به حیله‌گری روباه همه را زند از راه. سگ حیوانی وفادار، سگ را اصلا میازار. طوطی هم گپ می زند، اما کم گپ می زند. استاد چوب می تراشد، چوب را خوب می تراشد. اسمه کشی به ابرو، ابرو می شود خوشرو. بزرگ از فیل حیوان نیست، همچون او مهربان نیست. خرس اگر یابد عسل، خورد شادان فیل مثل. هدهد هنگام گرما می آید به ملک ما. چشم آفتاب آدم است، بی چشم تاریک عالم است. جیره می براید شام به جستجوی طعام. شاه حیوانات شیر است، از دیگران دلیر است. زنند به پای است نعل، آرند از بدخشان لعل. میازار ازار سرخک، بی آزار ازار سرخک. حاصل دانش ما از کتاب الفبا.